سلام، من یاسین کرافت هستم و این ویدیوی جدید مپ یاسین کد است. امروز من بد اومن گرفتم، یه برجک درست کردم و میخوام رید رو استارت کنم و توتم به دست بیارم. الان اگه برم پایین میبینم ویلیجرم گیر انداختم. الان رید استارت شد. اوکی، بعد برم بالا. ای لعنتی، از دستم در رفت. یه لحظه ببخشید. بله، من اومدم بالا، رید استارت شده، خونه رم ساختم. حالا بهتون نشون میدم این ویدیوی بعدی. ولی خب بریم سراغ رید. ببخشید من یکم مریضم، سرما خوردم. شما لایک کن، کامنت بذار، ساب کن و یه کامنت انگلیسی هم بذار تا یوتیوب سابتو نپرونه. به عنوان مثال این دفعه اسمتو لایک، اسمتو ساب، خدا دیوانه شدم. اسمتو کامنت کن تا منم بعد از اینکه فول ندرایت شدم و دراگون رو کشتم یه جا درست کنم و اسم شما رو اونجا بنویسم. اوکی، گاوا چقدر شبیه پیلیجرن، تا حالا دقت کردین؟ خیلی گاوا شبیه پیلیجرن، هم رنگشون هم آرموراشون. هم گاوا نگاه خیلی شباهت دارن. توی ورد قبلیم که ویدیو نمیذاشتم هنوز، رید داشتم میکردم و به جای یه دونه پیلیجر گاو زدم، چون واقعا اینا شبیه همن، خیلی شبیه همن. ببخشید سرما خوردم. نگاه گاوه چقدر شبیه این پیلیجر است و پیلیجر چقدر شبیه گاوه. تق به همشون یه تقه میزنم بیان اینجا بکشمشون و لوتاشون و لولشون بیفته همینجا، ایکس پی شون البته بیفته همینجا. تا وقتی خواستم جمعشون کنم مجبور نباشم 1 ساعت دنبالشون بگردم. بقیه پیلیجرا کو؟ هنوز نصف رید که مونده. اینجا هم زیرش پره، هیچی نیست. مردی؟ شایدم باید اینا رو بزنم. آره، از جون رید داره میره، ولی خیلی کم. اگه اینجوری باشه که اونا هی اسپان میشن و هی رید پر میشه، که این یه نامردی خیلی بزرگه. وای چقدر زیاد شدم و جون رید داره پر میشه. چرا؟ حالا من با تمام سرعتم دارم اینا رو میزنم. چه خالی داد، لعنتیا. خیلی از رید نمونده و داره شب میشه. تخت هم همینجاست، میتونم راحت بخوابم. وای بویز پرتی که الان میشکنه. چجوری این همه رو بزنم؟ اینو از یه اسکلتون گرفتم. میبینین که این چند رو جونش پره، جونش رو پر کردم و چون آمبر کینگ داره ولته 1 خیلی آمبر کینگ خوبی داره. نمیدونم چند بود، فکر کنم 1 بود. به ته ریده یک افراد اونجا دیده میشن. خودزنی کرده، کسی زدش؟ هیچ کس به غیر از من و آیرن گالم هیچ کس اونا رو نمیزنه. رید داره دوباره پر شد. اینا چرا هی اسپان میشن؟ لعنتیا، این که بده که. اینجوری ریدا نمیتونم ادامه بدم. نگاه چقدر قوی هم پر میشه، خیلی هم کم ازش کم میشه. چی چرت و پرت گفتم.
ای بابا ول کن بخوابیم. اوضاعی درست کردم برای ما. از همین بالا هم میذارم پایین برم تیکه تیکه میکنن، چون واقعا خیلی آرمانی ندارم، فقط یه چست پلیت آهنی دارم. اونقدر ابزار ندارم که برم باهاشون بجنگم. هنوز حتی دایمندی هم نشدم. حتی شابل هوی دایمندی هم ندارم حتی. نگاه چقدر سری جون رید پر میشه. لعنتیا اسپان نشید دیگه. ها عجب خنگولی افتاد پایین. کسی اینجا بود؟ اوکی پس فقط اونان. بس چقدر ایسپون پایینه. ای خدا اینا دوباره اومدن، دوباره اسپان شدن. اینجوری باشه که تا آخر عمر من باید پیلیجر بکشم تا تازه یه لول از رید رو تموم کنم. نصف ویدیو گذشت هنوز لایک نکردی، کامنت نذاشتی. یعنی منی که این بالا با این بو زپرتی هی دارم چپ و راست میشم و تیر میزنم، حقم یه لایک نیست، یه کامنت نیست، یه ساب نیست. هنوزم سر قولم هستم که اگه فول ندرایت شدم و دراگون رو کشتم بیایم و یه جا درست کنم برای نوشتن اسم شما. خب رید کم کم داره تموم میشه، البته فقط لول اولش. بزنیم اون لعنتیو. چه جای بدی وایساده. اون هنوز هم اونجاست. 2 نفر دیگه اسپان شدن. به نگاه چقدر لول اونجا افتاده، چقدر امرالد. چرا رید هنوز مونده و هیچکی نیست؟ یعنی چی آخه؟ یکی اومد. تق. نگاه کجا وایساده. من چطوری اونجا به تیر بزنم؟ پیلیجرها هم حتی باهوش شدن. هر هفته 2 تا 3 تا ویدیو آپلود میشه، ببینید. امیدوارم دوست داشته باشید. من چند وقت مریض شدم و خیلی درست نمیتونم ویدیو بگیرم. واقعا حالم خوب نیسته. این چند روزه به زور دارم براتون ویدیو میگیرم. برای خوشی خودتون و خودم هم شده یه لایک کن. اگه میخوای هر چه زودتر دراگون رو بزنم لایک کن. اگه میخوای هر چه زودتر ویدیو رو بزنم ساب کن. اگه میخوای هر چه زودتر برم ندر کامنت بذار. این وضعیت نباید ادامه داشته. این وضعیت کثیفه، مستعجله. وای هرچی اینجا بود دی اسپان شد. لعنت بهش. برام بد آمنه میپره. زود بیاین دیگه لعنتیا. نگاه کن فقط یه نفر دیگه رو باید بکشم. سرگت زیادی داره. بیا اینجا، بیا اینجا لعنتی. بازی هم که هم لگ داره، درست نمیتونم تیر اندازی کنم. ایول فقط یه نفر دیگه مونده. ای خدا دوباره بازی اسپان کرد. یعنی چی آخه؟ خب یه نفر رو بده دیگه، اسپان نکن دیگه لعنتی. لعنت بهت، لعنت به این گیم.
یکی هیچکی جا نیست. من اینقدر باید صبر کنم تا اسپان کنه. اسپان کنه رید قوی تر میشه که. خدا 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 خدا. دوستان من آفلاین این رید رو ادامه میدم، چون واقعا این رید طاقت فرساست. اسکلتون مرد. من آف کمر رو اینو ادامه میدم، این رید تموم نمیشه. من گفتم 2 تا رید هم میتونیم بزنیم تو یه ویدیو، ولی نه، مثل اینکه شانس با ما یار نیست. خدا با ما یار نیست. شانس همیشه ممکنه باشه، خدا یار نیست. پس من دیگه آف کمرا میرم میزنمش دیگه. اینجا فعلا اوضاع خیته. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک کنید، کامنت بذارید، نظر بدید. تو ویدیوی بعدی خونرم بهتون نشون میدم. گودبای. آخ چرا دوباره گودبای.